بامداد دوشنبه 25 خرداد 3 روز بعد از انتخابات ایران در خوابگاه دانشگاه تهران چه گذشت و چرا 8 ماه در این باره سکوت شده؟ بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کوی دانشگاه هدف حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی قرار گرفت. تصاویری به دست BBC فارسی رسیده که ابعاد تازه‌ای را از آنچه آن شب روی داد نشان می‌دهد. ویژگی این تصاویر که برای اولین بار منتشر می‌شود این است که نه با موبایل‌های لرزان که با دوربین حمله کنندگان گرفته شده. تصاویری که از ضرب و شتم شدید دانشجویان در آن روز حکایت دارد. اول با هم نگاهی می‌کنیم به این تصاویر، بعد در این باره بیشتر خواهیم گفت. توضیح می‌دهم که این تصاویر ممکن است برای بعضی از بیننده‌های ما دلخراش باشد. 14 دقیقه مورخه 25/3/87 توی دانشگاه. تجمع دانشجویان معترض به نتیجه انتخابات از ساعت 9:24 خرداد 2 روز بعد از برگزاری انتخابات آغاز شد. اما از ساعت 11:30 شب که گارد ویژه خوابگاه دانشگاه تهران را محاصره کرد، درگیری‌ها آغاز شد. دانشجوها از پشت بام سنگ می‌انداختند. گارد ویژه هم از پایین سنگ می‌پراند و گاز اشک‌آور شلیک می‌کرد. نیروهای بسیجی چند بار تلاش می‌کنند وارد کوی شوند، اما موفق نمی‌شوند. حدود ساعت 2 صبح گارد ویژه نیروی انتظامی هم به کمک بسیج می آید. این بار هم تلاششان موفقیت آمیز نبود. مواد آتش‌زا به صورت یکی از این نیروها می‌خورد. باز هم تلاش می‌کنند. رفتیم تو به مولا متی. بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها به درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. بگی مادرشو بعد. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران چند روز بعد گفت که هیچ درخواستی در این زمینه نکرده است. ما از طریق گفتگو حرف می‌زنیم. آنطور که در این فیلم گفته می شود عملیات به دستور عزیزالله رجبزاده رئیس پلیس وقت تهران انجام شده. رجبزاده دستور داده. و این گونه خیابان‌های کوی دانشگاه تهران بار دیگر زیر گام‌های ماموران انتظامی رفت. گروه‌هایی که وارد ساختمان‌های کوی شدند بازداشتی‌هایشان را می‌آورند. نزن. اینجا کتابخانه کوی دانشگاه است. BBC به ناچار بعضی از فحش‌ها و کلمات رکیک خطاب به دانشجویان را حذف کرده است. یکی از دانشجویان حاضر در کوی درباره این شب گفته پلیس ضد شورش در دو طرف ایستادند و با بالا گرفتن سپرهایشان یک تونل تشکیل دادند. آنها وادارشان کردند بارها از میان آنها بدوند. کتکشان زدند و بر سپرهایشان کوبیدند. به تو چه ربطی داره؟
او میگوید پای یکی از هم اتاقی‌هایش شکسته بود، اما باز هم وادارش کردند بدود. کثافت ما رو می‌زدید؟ بچه قیرتی آقا به قیافت میخوره؟ کسی محترم حق نداره بزنه. دیگه نزنه، هیچ کی نزنه، ما نزنه آقا. سیاسی نیست، خانواده‌ته. خشونت ماموران گارد ویژه به اندازه‌ای بود که بسیجی‌ها آنها را به آرامش دعوت می‌کردند. بخوام زمین دیگه. بخوام زمین. نزن! تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن 5 نفر در این شب خبر داد، اما حکومت ایران با تکذیب این خبر گفت تنها 100 تا 120 نفر زخمی شدند. زخمی‌هایی مثل جراحت‌های سطحی و افرادی که چشم و دست و پایشان آسیب دیده بود. آمار دقیق دستگیر شده ها هیچ وقت اعلام نشد، اما روزنامه گاردین بریتانیا 2 روز بعد از این حادثه به نقل از شاهدان عینی نوشت دست کم 46 نفر از دانشجویان به بازداشتگاهی در طبقه -4 وزارت کشور ایران منتقل شدند. نگین شیراقایی، BBC. شما نمیدونین که حادثه کوهستان چطور میشه؟ فکر کردین چی؟